دماش کاسته بشه، بعد به گل سرخ، ختمی، بابونه یا گل گاوزبون و گل‌های دیگه میخوایم خواص اون گیاه رو به دست بیاریم. خب میرسیم سر مرحله 3 و 4 که اینا جزء جوشوندنی ها هستش، یعنی اینکه ما باید اینا رو بجوشونیم که خواص گیاه رو به دست بیاریم. دارچین، میخک، ریشه گیاه ها، زنجفیل، سنبل طب یا مثلا ریشه شیرین بیان، ریشه کاسنی و انواع اقسام ریشه های گیاهان دیگه که وجود داره به علت سختی گیاه باید جوشانده شود. یعنی چی؟ یعنی اینکه منی که میخوام دارچین و زنجفیل رو خواصش رو به دست بیارم، همزمان توی ظرفی که میخوام اون رو بجوشونیم و خواصش رو به دست بیاریم، دارچین و زنجفیل رو همزمان توی اون ظرف میذاریم و زیرش رو روشن میکنیم، به نقطه جوش